پاس عالی برای ابراهیم تهامی در فضای خالی، ضربه که زده میشه و توی دروازه. گل اول رو تیم پیشکسوتان ملی ما به ثمر میرسونن. آقای ابراهیم تهامی دروازه رو باز کرده. رسول خطیبی هم بهش تبریک میگه. توپی که از روی سر سعید عزیزیان رد شد و به گل تبدیل شد و حلقه شادی رو با هم میبینیم. حمید درخشان ضربه‌اش رو فنی و خطرناک میزنه و گلی که اینجا زده شد داشتم من لیست میدادن، توپ به گل تبدیل شد و گل خوبی که سهراب انتظاری به ثمر رسوند. با هم میبینیم تصویر رو که از پشت محوطه جریمه بدین شکل دروازه رو باز کرد سهراب انتظاری. چه گل محشری زد. باز هم سیروس دین محمدی، پاس خوب برای رسول خطیبی. آقای خطیبی هم از اون بازیکنایی که آماده بود در بازی گذشته، امروز هم قشنگ سر حال آماده، یه راست و یه چپ و یه گل. عالی بود حرکت رسول خطیبی. رسول خطیبی که لژیونر هم شد تو فوتبال ما و آلمان رفت و هامبورگ هم حضور داشت. یک بار دیگه واسه پشت محوطه جریمه ضربه سیروس دین محمدی. پاسخ گل سهراب انتظاری رو داد سیروس دین محمدی. اوف چه شوتی زد سیروس دین محمدی و دروازه رو باز کرد. میخواد تعویض بشه و سرخابی ها یه ارسال برای سهراب انتظاری، یه کنترل، پاس پشت محوطه، ضربه زیبا به سمت چارچوب. چه فوتبال خوبی شد با این گلای قشنگی که داده میشه و بزیک دروازه رو باز کرده. این بار ادموند بزیک میره و اونجا با سهراب انتظاری خوشحالی خودش رو هم تقسیم میکنه. اگر اشتباه نکنم بزیک تو دربی هم به همین دروازه به استقلال گل زده بود. کوتاه کار کردن با سهراب انتظاری، یه ارسال بلند به روی دروازه، ضربه ایستار خطرناک با سود حرکتی که انجام میشه، ضربه محکم به سمت چارچوب و توپی گرفت علیرضا دلیخون. باز هم برخورد و داور سود زد با تأخیر. سهراب انتظاری که ناراحت روی زمین هست. نکته‌ای که بهش میگم با آقای مرادی داور مسابقه، هم براش توضیح میدن که چی شده بوده. دیدن پنالتی گرفته شد. نه نگرفتن پنالتی رو. یه حرکت سیروس دین محمدی، چه فرار خوبی سمت راست داشته محمد نوازی. سعی دارن برمیگردن بازیکن سرخابی. نوازی تهامی هم هست، نوازی شوت زن، نوازی حرکت میکنه، واسه هم یک بازیکن جا گذاشته در دهانی دروازه، فرصت و اینم گل. گلی که رسول خطیبی به ثمر رسونده. چه ضد حمله ای زد تیم ملی ما. مهدی صالحپور که استارت میزنه، توپو گرفته، مهدوی رو مقابل داره که ارسال پشت محوطه جریمه، یک کنترل، ضربه است، راه دور زیبا و توپی که به تیر دروازه برخورد کرده، گل نشد. ضربه ادموند بزیک، چارچوب شناس و خطرناک همچنان بزیک. حضور دارن بیشتر از سرخابیاس. یه فرار، خبری از آفساید که نیست. رسول خطیبی، پاس عالی برای بهنام سراج و گل برای تیم ملی. حالا پرچم دیگه رفته بالا، گذاشتن قشنگ کار صورت بگیره، تموم بشه، بعد پرچم زده شد که خیالشون دیگه از آفساید صد راحت باشه. گل پذیرفته شد چون به نظر می اومد که بعد آقای فونیزاده پر کرده بود آفسایدو. زمان بازی هم حضور داشتن در ترکیب. یه بار دیگه تیم سرخابی به حال که نزد هیچ، پنالتی هم داد. خطابری بادامک. سوت داور حمید درخشان حرکت میکنه با خلاف جهت، پنالتی رو گل کرد. حمید درخشان پنالتی رو گل کرد تا گل سوم برای تیم منتخب سرخابی ها زده بشه. 5-3 میشه الان. داداش زاده یک کار خوب ترکیبی، سر توپ قشنگ، ضربه خوشگل و روی ریباند میتونست دروازه باز بشه اما این گونه نشد. چه شوتی زد
سهراب انتظاری. یه بار دیگه ارسال ضربه سر، فرصت داره تیم سرخابی و حالا گل. مهدی صالح پور که دروازه رو باز میکنه، فاصله رو کمتر میکنه مهدی صالح پور. لبخند آقای روشن و آقای پروین. بازی میشه 5-4. 9 تا گل دیدیم، عالی بود. رسول خطیبی پشت محوطه جریمه، مومنزاده، بهنام سراج و ضربه‌ای که به گل تبدیل میشه اما آفساید. پر کرده بودن، آفساید نبود. این بار آقای نعیم آبادی پر کرده بود و آفساید نبود و گل باید به درستی اعلام بشه. تو تصویری که ما بعد گل درسته. آقای سعید نعیم آبادی پر کرده بودن آفساید رو و گل به نفع تیم ملی. بازی میشه 6-4. 6-4 میشه.